بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كتاب الصيام. نعم، كتاب الصيام كتاب معروف. الصيام، نعم، الصيام يعني الصوم، والصوم معنوی لغوی الصوم معنوی چه میتید؟ معنوی الامساک میتید. الامساک یعنی یک چیز داشتن، یک چیز داشتن معنوشه امساک. معنوی صیام حقیقت یعنی چه بوده؟ الامساک. علمین به نام سوره مریم انده الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ فكلي واشربي وقر عيني فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فإني نذرت للرحمن صوما يعني نعم، يعني دينت يعني مريم رضي الله عنها به الله تعالى بيقول كي بخور بنوش. نعم، فكلي واشربي وقر عيني. فأجر يقول آدم كديدي چی گویبه؟ گو که اینی نذرت للرحمن صوم، یعنی من چیکو کردم؟ یعنی من یعنی نام نذرت یعنی الله سبحانه و تعالی به نظر کردم صوم. یعنی اذن گپ نمیزنم، یعنی گپ زدن داشتن خوده معنی چه میتید؟ صوم معنیش میتید. همین به میگون که صامه الارض، یعنی اگر یک آدم سفر با بر اومده دور گشته نبیاد چی میگن؟ صامه الارض، یعنی ویا زمین داشت، یعنی بر اومده به همین گجوند موند، یعنی زمین چیکار کرد؟ ویا زمین داشت. فهمیدید؟ زمین چیکار کرد یعنی زمین داشت. و اینا معنای لغویش چی بدید؟ الامساک، داشتن. داشتن همین چیه معنای لغوی، لغتا معناش همین معناش میتونه. اما شرعنده فقهنده معنای صوم یعنی چی بوده؟ یعنی التعبد لله بالامساك عن الاكل والشرب والجماع وما نعلم نحوها من طلوع الفجر الى غروب الشمس تعبدا لله. یعنی فقه شریعت انده معنای صوم چی بوده؟ یعنی از خوردن و نوشیدن و شهوت و جما خودداری، یعنی آدم خودش میدارد از سحر، از نماز فجر تا چیه؟ تا غروب شمس، تا آفتاب نشینیه. علمینه چی میگوید؟ یعنی علمینه صوم میگوید، یعنی تعبد، یعنی عبادت برای الله سبحانه و تعالی، برای الله سبحانه و تعالی، یعنی برای الله سبحانه و تعالی. همین معناش چی میگوید؟ یعنی معنای همین معناش صوم. صوم گفته انا من چیزا میگون، یعنی نه من من چیزا صوم میگون، یعنی اذن یعنی از خوردن و نوشیدن و از تمام شهوات ها خود نگاه داشتن از فجر صادق تا غروب شمس، تا آفتاب نشستن. تعبد یعنی باید که این چیز زیاده باید که چیکار کنیم؟ یعنی قید کنیم. تعبد یعنی برای که آدم مثلا برای تبابت میشد، برای چی میشد؟ نه، این باید که برای چی شود؟ برای عبادت شود. برای چی؟ عبادت شود. الان صوم میگویم. روزه گفته همین چیزا میگویم. نام روزه گفته چی میگویم؟ یعنی همین چیزا روزه گفته همین میگویم. یعنی نام خود داره، یعنی همین به نام همین به معنای صبر، معنای روزه هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ حدیث سلمان الفارسی ابن خدیمان میگه که جاءکم شهر رمضان شهر الصبر. ها، یعنی همین که تبریک میکند علیه الصلاة والسلام. ماه رمضان اومد، ماه صبر. ماه رمضان اومد، ماه چی؟ ماه صبر. یعنی اذن رسول صلی الله علیه و آله و سلم ماه رمضان چی نامید؟ ماه صبر نامید. ماه چی نامید؟ ماه صبر. علمین به روزه یعنی چی؟ صبر. علمین به یکی از روایت های صحیحین اومدگی علی الخصوص بخاری اومدگی حدیث ابو هریره رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگه که كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له. نعم، والحسنة بعشر أمثالها.
إلى 700 ضعف. تفضل 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 تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. نعم، يعني كل عمل ابن آدم والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا الذي أجزي به. إذن هر یک عمل ابن آدم که خودش به و یک حسنه 10 بار زاید کرده میشه تا چنه؟ تا 700 باره. تا چنه به دست یعنی؟ تا 700 باره. تا 700 باره. الا صیام، یعنی به استثناء شد. یعنی استثناء چی اومد اینجا؟ صیام. الا روزه میگه الله تعالی برای من جزای به میتیم. علمی روایت به انطلاقا از همین روایت ابن حجر میگه که اذن الاستثناء من الاعمال المضاعفه. استثناء شد عن مضاعف، یعنی هر یک عمل به یعنی چی دارد؟ یعنی عدد دارد. یعنی هر یک عمل به الله تعالی عدد تا 700 بار زاید اجر زاید میکند. الا صیام، الا روزه چی عدد ندارد. یعنی روزه چی میشد؟ یعنی الله سبحانه و تعالی روزه بی عدد اجر پاداش میتید. علمی قول الله سبحانه و تعالی میگه که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دیدید؟ بغیر حساب، یعنی الله تعالی صابرهای صبر کننده های اجراشون چه؟ به عدد و به حساب میتید. به چه؟ به عدد و به حساب میتید. انا از این جهت داده گرفتم که حدیثه که روزه چی نامید رسول صلی الله علیه و سلم؟ صبر نامید. برای که روزانده هم نمود صبر جمع میشه. صبر سه خیل که الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله. صبر طاعة الله تعالى بواضح، صبر از گناه ها و صبر عن مقادر به یعنی گرسنگی تشنگی هم نمی چی میشد؟ یعنی صبر میشد. همین بر روزه چی میشد؟ یعنی الله سبحانه و تعالی اجرش خودش میتید و چی؟ و از 700 هم زاید میشد. سبحان تو یک بار روزه داری 700 زاید، یعنی چی میشد؟ یعنی بی عدد بی شمار مثلا چی داده میشد؟ یعنی عدد های چی بی شمار داده میشد. یعنی چی فهمیدید؟ من معنای چی بود؟ یعنی معنای روزه گفته من میگم. یعنی فهمیدید؟ اذن روزه به اختلاف سال دویم هجری ده آیت صوم نازل شده. همین آیتی که سوره بقره ده یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. به اختلاف یعنی چی شدین؟ یعنی به اجماع اهل علم این آیت سال دویم هجری نازل شد. دویم هجری نازل شد. و كذلك اختلاف نه که رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 رمضانات، یعنی 9 رمضان چیگاه روزه داشت. 9 رمضان میشه، یعنی سال یکم نه از سال 2 تا سال 10 چند سال میشه؟ یعنی 9 سال میشه تا سال 11. 9 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم چه روزه گرفت. نعم